سرزمینی که میگه بنی آدم اعضای یکدیگر. میگه آقا نژادتو به رخ کسی نکش، بنی آدم اعضای یکدیگر. قومیت تو به رخ کسی نکش، قومیتت و نژادت قابل احترامه ولی به رخ کسی نکش. اونجا به دنیا اومدی شدی قوم مثلا سرخپوست، این حاصل دسترنج خودت نیست که. به چی افتخار میکنی؟ خودتو با انسانیتت معرفی کن هموطن. تا میای میگی من از فلان قومم، میخوای با این قومیت چه اعتبار و شأنی برای خودت دست و پا کنی؟ از خودت به وجودش بیا. اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادن، که از دل اگر برآید در آسمان نگنجد. بیایید هممون سرود انسانیت رو بخونیم. داریم میریم پیش کوروش بزرگ، اسطوره انسانیت، نمیریم پیش اسطوره قومیت گرایی، تنگ نظری. چرا باید خودمون رو به دسته‌های کوچیک تقسیم کنیم؟ الان همه میگن دهکده جهانی، حالا ما افتادیم به جون این که من از فلان قومم، تو از فلان قومی. خودمون رو از همون اول از هم جدا میکنیم. آره اینه حق ما؟ حق سرزمین سعدی و حافظ اینه که خودمون تا رسیدیم از هم جدا کنیم؟ طرف تا نرسیده میگه من از فلان قومم. آقا چرا تو میای میگی من جدا از شما هستم؟ در واقع چرا خودتو از اون اول جدا میکنی؟ یا بگو من ایرانم. عاشق باش. عاشق هیچ وقت انقدر تنگ نظر نمیشه. عاشق دل دریایی داره. تو دریا هیچ وقت مرز نمیذارن. آقا این قسمتش، حتی اگه آدما هم مرز بذارن، دریا این مرز رو به هم